چون مردم کردستان از شهرهای اونجا به من نوشته بودن که امروز من صریح و روشن حرف بزنم و تکلیف رو روشن بکنم، اینک صریح و روشن من حرفم رو زدم و تکرار میکنم. ما گروه های مسلح رو در اونجا تحمل نمی کنیم و به بقیه هم میگویم زبان تفاهم جواب تفاهم، زبان اسلحه جواب توپ. در آذربایجان شرقی غربی کسی که یاغیگری پیشه کرده، عده‌ای رو به گروگان گرفته، در جمله فرماندار خود دیروز در اجتماع امنیت، جلسه شورای امنیت ملی ما این مسئله گفته شد. اونها 3 روحانی فرزند پیغمبر رو کشتن، 6 نظامی رو و تهدید کردن که اگر تا 24 ساعت پادگان‌های ژاندارمری رو منحل نکنید، اگر گروگان‌های چون از اونها مدهی گرفتار شدن، گروگان‌های ما رو رها نکنید، ما گروگان‌های شما رو خواهیم کشت. در اونجا گفته شد که مبادله انجام بگیرد. من مخالف بودم و مخالفم. کسانی که در خدمت جمهوری اسلامی قبول خدمت میکنن، شهادت قدم اول اونهاست و باید آماده شهادت باشم. بنابراین اگر اونها تهدید خودشون رو اجرا کردن و انا الیه راجعون، ما اون گروگان‌ها رو شهید ملت تلقی میکنیم. اما از همین لحظه ارتش حق ندارد پوتین از پا در آورد مگر اینکه از وجود این یاغی ها پاک کند.